به منظور تحقق عدالت انتخاباتی و فرصت‌های برابر تبلیغاتی، وزارت ارتباطات با همکاری پیام‌رسان‌های بومی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری نامزدهای انتخاباتی از این سکوها را فراهم کرده است. به گفته معاون سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات، پیام‌رسان‌های بله، سروش پلاس، گپ، آی گپ، ایتا، روبیکا و شبکه اجتماعی ویراستی بسته‌های ویژه‌ای را برای انتخابات آماده کردند. پیام‌رسان‌های ایرانی با بیش از 47 میلیون کاربر فرصتی مناسب برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی. حدوداً 10 تا خدمت تعریف شده که در راستای در حقیقت ارائه بهتر لیست نامزدها در هر حوزه انتخابی و همچنین برنامه‌هایی که دارن میتونه به نامزدها کمک بکنه. پیام‌رسان بله خدمات عبارتند از در واقع تبلیغات، تیک رسمی و سنجاق کردن گفتگو، تبلیغ درون کانالی، رشد سریع عضویت پیامکی و تبلیغ در کانال‌های استانی از جمله خدمات این پیام‌رسان است. پیام‌رسان ایتا هم قابلیت سنجاق کردن گفتگو و عضویت پیامکی را فراهم کرده. تقریباً 470 تا 476 تا کانال ایجاد شده که توی اون کانال ها هم صفحه کاندیدا معرفی میشه به مخاطبین. تبلیغ در کانال استانی یکی از قابلیت‌های سروش پلاس است. کاربران میتونن با مراجعه به صفحه پستچین سروش پلاس محتوای انتخاباتی کنار هم ببینن و از اخبار روز در واقع باخبر بشن. پیام‌رسان گپ، آی گپ، روبیکا و شبکه اجتماعی ویراستی در کنار قابلیت‌های مشابه راه‌اندازی اتاق گفتگوی صوتی و رشد سریع کانال را در نظر گرفتند. اینکه ورود از طریق درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل انجام هست، نامزد محترم اونجا وارد میشه و میتونه لوگوی مربوط به این خدمت رو ببینه. تخلفات نامزدها و هوادارانشان هم از طریق ربات اختصاصی در هر پیام‌رسان قابل پیگیری است. مکانیزم هایی رو برای ارائه گزارش در خصوص پیام هایی که تو این کانال ها به صورت عمومی منتشر میشه در هر یکی از پیام‌رسان ها موجود هست که کاربر میتونه با مراجعه به اونها تخلفی اگر رخ داده رو اعلام بکنه به پیام‌رسان مربوط. بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعداد کاربران پیام‌رسان‌های ایرانی بیش از 47 میلیون نفر هست که کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت میتونن برای تبلیغاتشون استفاده کنند. سالار واعظی، خبرگزاری صدا و سیما.